دادستانی کل تاجیکستان خبر داد که دو ساکن ولایت ختلان را برای ویران کردن قانون تنظیم به مبلغ 6000 سومانی جریمه بستند. بنا به گزارش مرکز مطبوعات دادستانی کل، شهروند فراد شکرالله مقیم ساکن ناحیه جامی ولایت ختلان طلبات قانونگذاری جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم، عنعنه و جشن و مراسم را رعایت نکرده است. چنانچه فرهاد سانه 13 نوامبر سال 2021 آشتوی برادرش مقیموف را میبایست طبق تفسیرنامه بخش دین، تنظیم، عنعنه و جشن و مراسم ناحیه جامی از ساعت 2:00 دقیقه تا ساعت 13:00 دقیقه با دادن آشتوی برگزار نماید، ولی او برخلاف طلبات ماده 10 و 14 قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم، عنعنه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان عمل نموده آشتوی برادرش را با دادن 2 طعام از جمله آش و شوربا با ویران نمودن مولت از ساعت 9:20 دقیقه برگزار نموده است. هنگام گذراندن سنجش پروکوروری قانون ویرانکنی مذکور آشکار کرده شد. نسبت فرهاد سانه 13 نوامبر سال 2021 از طرف پروکورور ولایت ختلان با ماده 481 قسم 1 کودکس حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان پرونده حقوق ویرانکنی ماموری آغاز و برای بررسی به سود ارسال کرده شده است. با قرار سود ناحیه جامی ولایت ختلان از 2 دکامبر سال 2021 شهروند فرهاد با ماده 481 قسم 1 کودکس حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان به اندازه 100 نشان دهنده برابر به 6000 سومانی جزا جریمه تعیین کرده شده است. گفته می شود در اطلاعیه دادستانی کل همین طور شهروند قربانوف علیشیر تورخانویچ ساکن ناحیه میر سید علی حمدانی ولایت ختلان طلبات قانونگذاری جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم را رعایت نکرده است. چنانچه قربانوف سانه 22 نوامبر سال 2021 برخلاف طلبات‌های ماده 4 و قسم 2 ماده 11 قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان عمل کرده در منزل استقامتیش مراسم چلی مرحوم پدرش قربانوف تورخان را بدون گرفتن تفسیرنامه از مقامات وکالتدار دولتی با دعوت زیاده از 100 نفر دوستان و خویشاوندان و همسایگانش با دادن طعام برگزار نموده است. نسبت قربانوف سانه 22 نوامبر سال 2021 از طرف پروکورور ولایت ختلان با ماده 481 قسم 1 کودکس حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان پرونده حقوق ویرانکنی ماموری آغاز و برای بررسی به سود ارسال کرده شد. با قرار سود ناحیه حمدانی از 6 دکامبر سال 2021 شهروند قربانوف با ماده 482 قسم 1 کودکس حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان به اندازه 100 نشان دهنده برابر به 6000 سومانی جزای جریمه تعیین کرده شد. قانون تنظیم و رسم و آیین که سال 2007 در تاجیکستان قبول کرده شد از جمله قانون‌های بحث برانگیز در این کشور به شمار می‌رود. مقامات اصرار می‌ورزند که قانون تنظیم امکان داد که اهالی خراجات بیهوده را برای معرکه‌های توی خدایی کم کرده پسنداز خود را برای کارهای مهمتر چون ساختن خانه، تأمین پول تحصیلات فرزندان صرف کنند. اما حامیان حقوق میگویند قانون تنظیم برای دست دراز دخالت دولت در حریم حیات خصوصی مردم شرایط فراهم می‌آورد و برخی بندهای آن به مثل منع دعوت دوستان به جشن زادروز در زمان معاصر از یک طرف خنده‌آور می‌نمایند و از طرف دیگر نقض روی راست حقوق انسانی ساکنان به شمار می‌رود.